سلام، من فهیمم، مدرس زبان انگلیسی و مثل خیلی های دیگه از بچگی زبان خوندن رو شروع کردم و عاشق زبانم. بعدش وارد دانشگاه شدم و لیسانس روانشناسی گرفتم. توی این مدت کلی دوره گذراندم، هم درباره رشتم و هم درباره زبان انگلیسی و در کنارش مدرک TTC گرفتم و یه مدت هم به بچه‌ها زبان تدریس کردم. الان خودم مدرک آیلتس B2 دارم، اسپیکینگم 6 شده و مثل خیلی های دیگه از 5 شروع کردم. اما مطمئنم با تمرین و استمرار میشه خیلی پیشرفت کرد. راستی من اسپانیایی رم تا سطح B1 با کلاس و کتاب پریسما یاد گرفتم، پس بعضی وقتا نکته‌های اسپانیایی رم اینجا براتون میذارم. و اینجا توی کانال قراره همه چیزایی که یاد گرفتم و دارم یاد میگیرم و با شما به اشتراک بذارم که حالا شامل اشتباهات رایج انگلیسی، توضیح ساده و کاربردی گرامر، کلمات و اصطلاحات روزمره و حتی بعضی وقتا نکته‌های روانشناسی یا اسپانیایی. و هدفم اینه که یادگیری زبان برای ما مثل یه گپ دوستانه باشه، نه کلاس خشک و رسمی. پس اگه میخوای زبان رو ساده و کاربردی یاد بگیری، سابسکرایب کن، چون از فردا اولین درس کوتاه رو با هم شروع میکنیم.